در کتاب طب نبوی علامه ابن القیم رحمت الله علیه گفتن که والاشیاء التي یؤذی انحباسها عشرتون، 10 چیزی هست که در بدن نگاه داشتنش به بدن ضرر میرساند، یعنی باید واجب است که از بدن خارج کرده شود. در بدن حبس کردن یعنی نگاه داشتنش اذیت برای بدن است و برای سلامتی ضرر دارد. یکمینش الدم اذا هاج. ما درباره پیشاب و نجاست انسان یعنی اخلاط گفته گذشته بودیم در صحبت گذشته که اینا دو چیزی ضررآور است و باید وقتش که آمد باید از بدن خارج شده، حبس نکند، نگاه ندارد. وقتی که حاجتش که پیدا شد در حال به قضای حاجت رود، چون که وای زهر است و در بدن انسان ضرر دارد. و این چیز رو اگر به ترتیب گیریم گفتن که الدم اذا هاج، خون اضافگی، بنابراین شریعت به حجامه امر کرده است. خون که در بدن زیاد شد سیاه شود و علل خصوص ضرر میکند، بنابراین حجامه و یا دیگر نمودی خون دادن، خون از بدن برآوردن خوب است. وقتی که خون مثلا دادید خونی تازه باشدم از رگ باشدم برای بیمارها، خونگردیتان سیستمش خوب میشد، برای سلامتی فایده دارد. علل خصوص حجامه که اون خونهای افلاس و خونهای نادرکار و خونهایی که در زیر پوست جمع شده مانده است، اون خینا وقتی که از بدن می رود خیلی برای بدن فایده های زیاد دارد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حجامه به تمام دردها شفا است گفتن. و المنی اذا تبیغ، و این چنین منی وقتی که از حد گذرد، وقتی که منی در بدن آدم زیاد جمع میشد، یعنی که این به ذهن او و به سلامتی او، علل خصوص زنها، وقتی که منی یعنی که جمع می شود لیکن نمی براید ضرر دارد، ولیکن با راه حلالش برآوردن لازم است، یعنی با علاقه جنسی. و البول، سیومینش بول است، ما در این باره صحبت کردیم. و الغائط، یعنی غائط که اینها از راه دو مخرج می براید. و ریح، باد هم اگر در بدن انسان حبس ماند برای بدن انسان ضرر دارد. و القیع، این چونین قیع این طعامی پر حل ناشده از طریق دهان از معده به جای اینکه حل شود و به روده رود از طریق دهان بیرون میبراید. قیع این هم وقتی که بیاید تا گلو اینه گرداندن ممکن نیست، بهترش اینکه قیع کند انسان تا اینکه از این ضرر خلاصی خورد. و این چونین والعطاس، عطسه هم وقتی که آمد و برآوردن لازم است، گرداندن لازم نیست، چون که عطسه که برآمد بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو توصیه کردن که بعد عطسه الحمدلله گوییم. بعضی عالم های معاصر اثبات کردن که بعد عطسه یه چند لحظه کم پر اعضای انسان از حرکت باز میماند. حتی انسان‌های را شاهد شدیم که بعد عطسه زدن یک عضوشون پر کنده شدگی هست، دستش یا پاش پر کنده میشه به سبب عطسه زدن، یا هلاک شدنش هم ممکن است. بنابراین وقتی که عطسه که زدید و دوباره جانتان به خودتان آمد الحمدلله میگویید. خیلی که بعد بیدار شدن از خواب الحمدلله میگوییم برای بیدار شدن، بعد اینکه الله تعالی ما رو میرانید باز ما رو زنده گردانید الحمدلله میگوییم. بعد عطسه هم الحمدلله میگوییم. عطسه دفع ضرر است. و نوم و خوابم باید در نفس حبس نماند، یعنی خواب که آمد باید به نفس باید داده شود. خواب کردن هم به قدری ضرورت فرض است. کسی که مثلا زیاد خواب نمی کند او گناهکار میشد. الله تعالی و جعلنا نومکم سباتا در سوره عمه میگوید که ما خواب شما را برای بدنهاتون همچون راحت برای شما انعام کردیم. خواب این نعمت است. کدام بنده ای که خواب نمیرد او بنده ناقص است، او بیمار است. اما در حق الله تعالی خواب نکردن صفت کمال است. الله تعالی خواب نمیرد، حیات او حیات پره است. الله تعالی رو نه غنب فرا گیرد نه خواب. اگر الله تعالی خواب کند دعای ما را که قبول میکند. در یک اگر در آسیا شب باشد شاید در امریکا روز است حاضر، و در یک قسمتی مثلا ژاپن الکه سحری شده ایستاده است.
در یک قسمت های روسیه طرف های سخالین هم شاید حاضر وقتی سحری هست، یعنی یک آدم در تهجد دعا کرده ایستاده است یا یک آدم دعا کرده ایستاده است در مشکلی گرفتار است، اگر الله تعالی خواب کند کی دعا را قبول کند؟ بنابراین صفت خواب نکردن در الله تعالی صفت کمال است و در بنده صفت کمال خواب کردن است. کدام بنده ای که خوابش نمیبرد و بیمار است و به نزد طبیب میرد، به نزد عالم میبیاد، به نزد طبیب روانشناس میبیاد، تبابت میکند که چی کنم که خوابم برد. خلاصه خوابم از نفس حبس کردن ممکن نیست، باید نفس خواب خود را گیرد و این چونین ولی جوع گرسنگی را در بدن نگاه داشتن ممکن نیست، یعنی که به بدن گرسنگی که آمد باید طعام داده شود. الله تعالی کلوا و شربوا میگوید، خورید نوشید، یعنی به قدر ضرورت خوردن هم فرض است. و العطش تشنگی، یعنی نفس رو همیشه تشنه نگاه داشتن هم ممکن نیست. این 10 تا شد: تشنگی، گرسنگی، خواب، عطسه، قی، باد، پیشاب، غایط، منی، خون. این 10 چیز است که علامه ابن القیم در دوامش گفتن که و کل واحد من هذه العشره یوجب حسبه داء من الادواء بحسبه. هر یک همین 10 تا چیز کسی در نفسش حبس کند، یعنی در نفسش نگاه دارد، هر یکتش واجب کننده درد از دردها هست، یعنی درد پیدا میکنه به سبب این 10 چیز. این 10 چیز باید از بدن خارج شود. بله.